امروز قراره که 10 تا نوشیدنی مختلف با هم دیگه بریزیمش داخل این و بخوریمش در آخر ببینیم چه طعمی میده، طعم خوب یا طعم بد. با کی؟ با خواهرم. سلام. خب امروز کسی نبود و گفتیم چه کسی بهتر از خواهر. خب خیلی هم خجالت میکشه. خلاصه امروز اومدیم 10 تا نوشیدنی مختلف رو بریزیم داخل این هم واسه گلدون بوده بچه ها، آوردیمش، یعنی گلاد داره و خلاصه آوردیم بریزیم داخلش 10 تا نوشیدنی مختلف و در آخر با بخوریمش ببینیم چه طعمی میده، طعم خوب میده یا طعم زهر مار میده. خلاصه بریم سراغ ویدیو و اولین نوشیدنیمون. خب یه لحظه اولین نوشیدنیمون خب رخت بچه. خب اولین مشتبه الان چیه دیگه؟ انبن، نه انبه بگه آناناس. یه لحظه اصل لامسته به سر میخوری؟ نه. خب خوبه دیگه، جا سیویکه هم واید بچه، چون ظرفمون خیلی گود نیم متاسفانه، بعد ظرف گودتری بشد یعنی دیگه. خب اصلا نوشیدنی هم نه پشت سرم بچه، اصلا شانسی یه دفعه کشپولی میبری نه. خب این هم که دیگه معرف حضورتون هست، ویتامین سی. آره دیگه ویتامین. این لحظه نه صداش نبی بچه، خدای صداش نبی. خب این نوشیدنی سوز ناجی خیلی پرایی، یعنی تا الان 2 تا نوشیدنی رفتن. نه پر نه یاجی، این گازشه. حالا به نظر مشخص بشه تا نصفش سبز نصفش زرد تا نصفش گازه نه. خب یه نوشیدنی بیا. نوشیدنی بعدی ما عرق نعنا. این عرق نه او عرق نه. خب بریزش. رنگ آبه ولی خب عرق ناناست دیگه، یعنی چیز عجیبی نیست. خب این سومی درسته؟ آره. چهارمی هم بلوبری اگه اشتباه نکنم با تخم شربتی. چه صدایی میاد؟ صداش تو اومد. طعم جالبیش نی خدایی. میخوری؟ آره. طعم جالبیش نیام. ادمید؟ آره. نه یعنی واقعا طعم جالبیش نیا. طعم جالبیش نی یعنی. خب از الان دیگه تبدیل به کثافت شد، ولی رنگش قشنگه. خدای رنگش قشنگه. یعنی رنگ از نظر رنگ بخوایم خیلی چی کثافتی حس میکنم قرار نباید. این طعم شربتی هر وقت مسلمان خوردم مانه شربت سینه اگه اشتباه نکنم. خب این چهارمی. برسی پنجمی. آب آلبالو، یه چیز بسیار ساده. خب آب آلبالو هن دیگه. لحظه آب طعم بد. نه اصلا نه. اگه اشتباه نکنم همین همین که دستانه خود طعم اینا خراب کن، میفهمی؟ یعنی طعم خیلی میرزی بیشتر خراب کن. خب تا الان امیدوارم رنگ لجن، یعنی به این رنگ ما میگیم رنگ لجنی. نه یه جاش سبز. خب ببین، نه اینجاش یه آبی مانندیه. خب آبی مانند. اینجا سبز پررنگ، این قسمت لول دومش. اینجا سبزی یعنی سبز کمرنگ. از اینجا به بالا دیگه میشی تو لجن. خب از اینجا به بالا دیگه میشی داخل لجن. بریم واسه ششمین آیتممون، لیموناد. معرف حضورتون هست
و نداریم و مجبوریم با دندون خب توصیه میکنم این کار اصلا نکنه بچه‌ها. یعنی نه الان خمام که بگم نه واقعا نکنه. یه سری ما کرد الان دندونام یکی میپرش رفتن، یعنی لب پر یه همچین حالتی. یه سری نه الان قبلا که انجام آمدن همچی بره سرمنده پس نکنه تو. خلاصه خب اوه 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 نه دیگه نری. خب بریم واسه آیتم هفتم. خب تا اینجا 6 تا ریختیم و شده این. تا اینجاش قشنگه، یعنی تا اینجاش به پایین قشنگ رنگش، ولی بالاش شده لجن. خب این چه؟ آبنار. خیلی چیز ساده و بری کمی دیگه بریز خدایی. اوه الان دیگه شد لجن. اوه اوه اوه. یعنی میخوام هرچی یه مثالی بزنم که مثلش بس اصلا میفهمی. یعنی همچین نوشیدنی فکر نکن اصلا وجودش بشه با این رنگش منظور من. حالا بریم سراغ آیتم آخر. نه الان ما چند تا ریختیم داخلی؟ 8 تا. حافظش مثل ماهی بچه ها. نه الان 7 تا ریختیم. بریم سراغ آیتم هشتم. انرژی زایگشت. آره انرژی زای گازدار یا همین چیزی اصلا نمیفهمم چه. 50,000 تومان بچه ها. یعنی قلبم در گرفت. اون ویتامین سی 39 تومان بود. حالا اوه صداش خدای قشنگی. بوشم عادیه دیگه. انرژی زا دیگه چیز خاصی نی. و به نظرتون بچه ها این 10 تا آیتم خواه کنو ورخن یکی دو تا دیگه چند تومن رو هم دیگه؟ به نظر تو چند؟ به نظر ما 300. این میگو 300. شما یه حدس بزنید بچه ها تا مهم رختن. خب همه شد 255 تومن. یعنی این 10 تا آیتم شد 255 تومن. یعنی سیکو وقتی که اش گفت 255 ما اینطور بیام، یعنی اونجا که اینطور نبیم تو ذهنم یعنی یه لحظه 1 صدم ثانیه ایست قلبی. خب و میریم سراغ بهترین نوشیدنی جهان، آب. یعنی واقعا هیچ نوشیدنی برای من، حالا بقیه خیلی مثلا نوشابه دوست دارن اینا، خلاصه نوشیدنی مختلف، ولی برای من یعنی هیچی مثل آب نمیشه خدایی. یعنی اصلا بهترش خیلی تعریفش داشت سرش بادو، یعنی بهتر از آب نی دیگه نداریم خدایی. ماما سیتا، یعنی واقعا بدون ضرر، مفید، راحت از گلو میره پایین، در دسترس، ارزون. چی بهتر از این نوشیدنی ها؟ بعد یکی مثل ایشون عاشق نوشابه است. اصلا هر کی یه سلیقه‌ای داره عزیزم. خب نه یه لحظه. خب دیگه اینم آیتم نهم و تموم شد. 10 تا آیتم هم نبود به نظر. البته جا هم نداریم بچه ها، یعنی خداییش دیگه الان مشخصه دیگه، یعنی باید مشخص باشه آب بهترین چیز. هر که بگه هر چیزی بیشتر از بهتر از، چی میگم من؟ چی میگه؟ زر زیاد میزنم خدای، زر زیاد میزنم، ببخشید بچه. خب یک لحظه برو از نزدیک نشون. یا خدا یه لحظه بچه من نشونه تو هم فقط. آخ آخ آخ. لب تا لب، رنگ لجن، یعنی طعمش هم به نظر ما لجنم بچه. فقط این پایینش همونه که طعم مزه شربت سینه‌اش میده، همونه که فقط کمی قشنگشش کردن. یعنی خب بفرما کوچیکترشو گفتم، بزرگترشو گفتم بچه. نه اینجا یه حرفا نداریم ما، اینجا ما یه حرفا نداریم ما خداییشا.
یه لحظه قلب اولی خوبی، یعنی الان ما اینجوری حسام تو ذهنم ایت هم اصلا نی چون تن خب ایت هم اصلا نی فقط چیزن انرژی زاکوهن آخرش طعم زنجبیل میاد. اوکی آخرش طعم زنجبیل نمیفهم چیه، چون اصلا اینه که اموره هیچ کنتاج داخلش اصلا زنجبیل نی، ولی همش وانکاتیان یه چیز جدید درستن. طعم او ویتامین سی کو. اولش طعمش خوبه فقط در این حد بد نی. بله طعم آزار میاد بچم، یعنی بدون شوخی طعم، یعنی بلا نسبت یه که جلو سگ بذاره خب حاضرن از تشنگی بمیره ولی این نخو رک خیلی طعم لجنی، اصلا هر نوشیدنی جداش خوبه. من اصلا آبن که با هیچ قابل مقایسه نی. اسپانسر این ویدیو آبه، یعنی آب اسپانسر ما آبه، اسپانسر مو آبه، ولی همش با کارت خودم دیم بچا 255,000 تومان. خلاصی که هیچ وقت همچین چیزی انجام نیتو بچا دیگه، ما اینجا انجام دستی تو دیگه، شما انجام نیتو لطفا خواهش میکنم، هم ضرر کیف خودتون نزنی هم جون خودتون. الان بعد این ممکنه بیمارستان بشم یا خونه، خیلی جمله سنگینی بی. خلاصه که نمیارزت، یعنی واقعا نمیارزت و جدا جدا بخوری دیگه. چه کرمیه مثل مو، چه کرمیه مثل مو. خب تو این نکو.